کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 28 ایول سال 2022 در قلمرو جمهوری با سه حادثه غرق شدن شهروندان ثبت شده است. از جمله صبح 28 ایول به نوبتدار ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخ زنگ زده خبر دادند که یک مرد در آبانبار بحر تاجیک غرق شده است. نجات بخشان به جای حادثه آمده معلوم کردند که در یک مکان برای آببازی ممنوع آبانبار یک ساکن 39 ساله شهر دوشنبه غرق شده است. روز اول نجات دهندگان تا ساعت 19:10 جسد را جستجو کردند ولی به نتیجه از صبح 29 ایول جستجو از سر گرفته شده است. حادثه ناخوش دوم در ولایت ختلان روی داده است. ساعت 11:20 به ریاست ولایت‌های فوق‌العاده این ولایت خبر دادند که یک نورس 16 ساله از دهه رودکی واقع در کنار شهر باختریان ناحیه کوشانیان هنگام چرانیدن چاروا در ساحل دریای وخش از بی‌احتیاطی به آب افتاده غرق شده است. نجات بخشان ریاست به جای حادثه رفته تا ساعت 19:35 جسد را جستجو کردند. عملیات جستجو از صبح 29 ایول از سر گرفته شد. حادثه سوم در دوشنبه و باز هم در کانال دریوتسانی واقع در حدود ناحیه اسماعیل سامانی روی داده است. با وجود آنکه در ساحل این کانال تابلوها با نوشتن آببازی منع است ولی باز هم در آنجا کودکان غرق میشوند. روز 28 ایول در کانال دریوتسانی یک نورس 15 ساله از دهه بوستان ناحیه جماعت ولایت ختلان غرق شده است. جسد او را پیدا کرده از آب برآوردند و به مقامات مربوطه سپردند. یادآور میشویم روز 26 ایول در تاجیکستان یک باره 5 نفر سنشان از 11 تا 18 ساله غرق شدند. بنا به اطلاع دریافتی از اول سال شماره غرق شدگان الکی از 120 گذشت. تقریبا 70 نفر آنها کودکان و نورسان تا سن 16 می باشند. به حساب رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در 6 ماه اول سال 2022 در رود و کوههای تاجیکستان 84 نفر به هلاکت رسیدند. سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نابالغ غرق شده بود.